دانش و تجربیات زندگی تو داری، فقط الان به یاد نمیاریشون. من توقف کردم و دستم رو شونت گذاشتم. روح تو شکوهمندتر، زیباتر و عظیمتر از چیزیه که بتونی تصور کنی. ذهن انسان فقط ذره‌ای از چیزی که هستی رو میتونه در بر داشته باشه. مثل وقتی که انگشت تو داخل یه لیوان آب میکنی تا ببینی سرده یا گرم. تو بخش بسیار کوچیکی از وجود خودتو داخل ظرف قرار میدی، اما وقتی بیرون میاریش تمام تجربه هایی که داشته رو به دست آوردی. تو در 48 سال گذشته درون یک انسان بودی. تو هنوز به اندازه کافی برای شناخت خودت وسعت پیدا نکردی. اگه به اندازه کافی وقت بگذرونیم همه چیز یادت میاد، ولی فایده‌ای نداره که در فاصله بین هر دو زندگی این کارو تکرار کنیم. چند بار تا حالا تناسخ پیدا کردم؟ خیلی، بارها و بارها.